برای اهالی کارتوشکا از ذرات اساسی خوراک محسوب یافته. از این نقطه نظر هم در منطقه کارتوشکا پروری ولایت به سال افزون نمودن مساحت کشت و حجم استحصال این زراعت توجه خاصه ظاهر کرده می شود. طبق معلومات سرریاست کشاورزی سال جاری در ساختار کشاورزی به میدان 18601 هکتار کشت این زراعت خوراک گذرانده شده است و از این نشان داد 1205 هکتارش را کارتوشک بر وقتی که ماه فوریه تا نیمه اولی ماه مارت کشتش گذرانده می شود تشکیل می دهد. کارتوشک بر وقتی اساساً در ناحیه پختکار با نظر داشت مساعد بودن اقلیمش گذرانده شده. جمع آوریش نیمه دوم ماه ایون آغاز می گردد. یعنی امروز جمع آوری و مورد فروش قرار دادن کارتوشک بر وقتی حدود ولایت آغاز شده است. مثلا در حدود جماعت‌های دهات شهری کانی بادام امسال کشت کارتوشک بر وقتی موافق دورنمای پیش بینی شده 170 هکتار و با نظر داشت زمین نزد حولگی اهالی 190 هکتار را تشکیل می‌دهد. در این منطقه اگروصنعتی کارتوشک بر وقتی اساساً در حدود خواجگاه جماعتی پتر و زمین نزد حولگی ساکنان آن گذرانیده می شود. طوری که می‌بینید الحال جمع‌آوری کارتوشک بر وقتی آغاز و ادامه دارد. اهالی ما 20100 زیادتر. اهالی ما اساساً خواجگی داره که بند من امسال همون ده 65 هکتار اهالی خودش کارتوشک کاشتگی. حاضر من دهه پترنده نصیب زوی جان خانشنده سادیم این آدم کارتوشک بر وقتی کاشتگی این آخر ینوار به میشناند من حاضر گرفت ساز حاصلش نقص حاصل با برکت شد من گرفت سادیان آینده ویم جاش خالی نمیماند. کارتوشک همون خیلی چیز که جاشنده همه چیز میشد جای این به مکدام میشد ده همانده همون کارتوشک کتی بند حاصلش حاضر عین موسمی گون داشتند همون کارتوشک گریب ساز متخصص زور های که جای ایننده حاضر کم میگنه وای کاشته خشاک کاشته جاش بابا کارتوشک کاشته کارتوشک گرفته هم میتواند اینو. با نظر داشت طلبات پیش آورده بازار استعمالی مردم و اقلیمی مساعد طبق دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چند سال قبل این جانب کشت کارتوشک بر وقتی در ناحیه‌های پختکار نیز راه اندازی گردیده با یک سمت خواجگیداری ساختار کشاورزی و مورد توجه اهالی قرار گرفته ایستاده است. از این نقطه نظر هم تجربه کشاورزان ناحیه‌های پختکار در کشت و پرورش زراعت و حجم استحصال کارتوشک بر وقتی سال از سال بیشتر می‌گردد.